سلام به همگی. به کانال یوتیوب ما خیلی خوش اومدین. اول از همه خاکا رو بتکونیم. خیلی وقته که نیومدیم اینجا ویدیو نذاشتیم. امروز اومدیم به پرتکرارترین سوال شما جواب بدیم. فکر کنم از وقتی که پیج اینستاگرامت اومده بالا هر روز این سوال از توده میشه. اون چه سوالیه؟ این که شما چجوری با هم آشنا شدین، تعریف کنید که آشناییتون چجوری بوده. خب بریم ببینیم چجوری بوده. تو تعریف کن بعد ترجمهش کنید. من تعریف کنم؟ تو تعریف کن بعد من اسلام کنم. برمیگرده به میلادی میشه سال 2010 فکر کنم، درسته؟ آره خیلی نینی بودیم، یعنی 14 سال پیش. این همه وقت هم میشناسیم. 14 سال پیش ما توی یه محل بودیم دیگه. آره. توی یه منطقه زندگی میکردیم، توی یه محل بودیم، منطقه لویزان تهران. داره آره بچه محل بودیم و من میرفتم مدرسه، میرفتم دبیرستان. اول دبیرستان بودی فکر کنم. آره. اول دبیرستان، نه ببخشید، سوم راهنمایی. آره راهنمایی. سوم راهنمایی. من فکر کنم سوم دبیرستان بودم. نه دیگه من پیش دانشگاهی بودم. 4 سال من پیش دانشگاهی بودم. آره من پیش دانشگاهی بودم. خانم سوم راهنمایی بود. تابستون بود. سوم راهنمایی تموم شده بود، می‌خواستی بری دبیرستان. بعد این خانم ما توی این کوچه خیابونا بعد مدرسه اینا هی می‌دیدینش. فکر کنم با لباسای مدرسه و مقنعه و اینا. بعد کراش من شده بود دیگه. کراش زده بودم روش. خانم کراش. اون موقع کراش نبود بابا، کراش. اون موقع کراش نبود کلمه کراش. اون موقع چی میگفتیم اون موقع؟ چیزی میگفتیم براش؟ نه چیزی نمیگفتیم. بعد دیگه من تو خوشم میاد. آره میگفتیم آره خوشم میاد. اون موقع اصلا ببین نه اینترنت بود ولی اونجوری نبود که همه استفاده کنن. موبایلا اینترنت نداشت. اینترنت خونه ADSL داشت. من شارژ ایرانسل می‌خریدم. فکر کن شارژ ایرانسل 5000 تومانی. بعدن کمش هم اومد 2000 تومانی و 1000 تومانی هم اومد. حالا از سوژه دور نشیم. آره یادش قدیمی ما. خیلی قدیمی. آره اینستاگرام نبود، تلگرام، واتساپ هیچ کدوم نبود. SMS بود. پیامک. آره SMS بود. بعد حالا بهتون بگم ادامه‌شو. چون ما توی یه منطقه بودیم، توی یه محل زندگی می‌کردیم، با پرس‌وجو از این ور اون ور میشناختیم همدیگه. میشناختیم که فقط سلام علیک نداشتیم. نه فقط سلام علیک نداشتیم. آره آخه محل یه جوریه که دیگه بالاخره همه دیگه خبر داشتن دیگه، این کیه، چند سالشه، اسمش چیه و فلان و اینا. مثلا اسم منم چون که ستوده اسم کمیه فکرم بلد بودن. بعد دیگه من با پرس‌وجو از این ور اون ور شماره خانومو گیر آوردم. و زنگ زدم. نه بگیم خب تو خواهرت با من توی مدرسه بود. آره توی مدرسه بودم. ولی خب با خواهر منم دوست نبودی. ولی خب چرا دیگه زنگ تفریح. آره 1 سال من کوچیک‌ترم ولی زنگ تفریح اینا باز فکرم یه جورایی پیچ نمیدونم اصلا چی شد واقعا. اصلا یادم نمیاد که چی شد که شماره من شماره رو از بچه‌ها از این ور اون ور گرفتم، گیر آوردم، بعد پیام دادم سلام من عرفان ملکی ام. با من دوست میشی؟ من عرفان ملکی ام. دقیقاً همین پیام دادم. سلام من عرفان ملکی ام، با من دوست میشی؟ فکر کن الان بعد 14 سال بعد از ازدواج منم فامیلی ایشونو گرفتم. الان منم شدم خانم ملکی. خانم ملکی. آره. بعد اول که خب خانم گفت جواب ندادی. بعد من زنگ زدم جواب ندادی. نه حالا خونه بود اون موقع، هم خونه نمیشد راحت صحبت کرد که. اون موقع اینجوری بود که باید خواستی SMS بدی یا زنگ بزنی بری زیر پتو وایسی شب شتا رو ایشانه بخوابم، بعد بری زیر پتو رو بکشی رو سرت، هی هر از گاهی بیای بیرون یه نفسی بکشی دوباره. یا مثلا
یه اسمسی هست فکر کنم همه دخترها به دادن این اسمس رو که این آخرین پیامه که دارم بهت میدم، گوشیم دست بابامه، جواب این اسمس هم نده. بعد اسمس هم میگفتیم اس. آره جواب اس هم نده. دورانی بود. بعد دیگه بعد از اینکه آشنا شدیم و پیام دادم و اینا با هم قرار گذاشتیم. من هنوز گواهینامه‌مو نگرفته بودم. آره بعد قرار شد با هم بریم بیرون. اولین قرار شد با هم بریم بیرون. بعد من هنوز گواهینامه‌مو نگرفته بودم. اینو من باز کنم و گفتم من با تو دوست میشم. چرا؟ گفتم تو سیگار میکشی؟ نه اونو من نبودم. بعدن گفتی. اونو اول نگفتی. نه بعد قرار اول گفتی. من گفتم تو سیگار میکشی؟ من نمیخوام. من گفتم من ترک میکنم. بعد گفت من ترک میکنم. گفتم ترک میکنم که کردم. خیلی بیشرف دروغ میگه. دروغ خیلی چپون دروغه. بعد دیگه قرار گذاشتیم. البته باز نشون به اون نشون که هر از گاهی فیلش یاد هندوستان میکنه. خب دیگه همین دیگه قرار گذاشتیم و با هم رفتیم بیرون. آره اومد دنبالم. من یه دونه مانتوی سفید پوشیده بودم، بعد تو یه دونه پیرهن مردونه سرمه‌ای پوشیده بود، اینجا آسناش سازده بود بالا با یه جفت کالج و با یه شلوار کتون پوشیده بودی فکر کنم یادمه. آره 14 بعد آقا گواهینامه هم نداشت، با یه پرشیا اومد دنبال من. فکر کن چقدر زن بودیم. آره گواهینامه هم نداشتم، پرشیا رو برداشتم اومدم دنبال خانم، با هم رفتیم بیرون. رفتیم کجا رفتیم؟ اولین بار فکر رفتیم طرف نیاوران، سمت نیاوران. بعدم تجریش اومد. بعد رفتیم تجریش نیاوران. آقا به محض اینکه نشستیم تو ماشین، بعد اومدیم پیچیدیم بریم بالا، آقا دقی زد به صندوق. زد به سپر ماشین جلویی. گواهینامه هم نداشتم. گواهینامه نداشتش اصلا قرار اولم بود گل کردم، ولی خب دمش گرم. منم ماشین پیاده نشدم، من زدم اما ماشین پیاده نشدم. اون پیاده شد ماشینش رو نگاه کرد، دیدی چی نشده؟ آره سپر به سپر شدیم، چیزی نشده بود. گفتش که آره وگرنه پلیس میومد. حالا گواهینامه هم نداشتی، جفتمون با اینکه گواهینامه نداشتیم رانندگی می‌کردیم. دیگه رفتیم و دیگه 2 بار 3 بار همینجوری قرار گذاشتیم و دیگه هم بعدش چی شد؟ همینجوری هم تو پیش دیگه همینجوری پیش رفت. اینجوری ما با هم آشنا شدیم. 100 بار با هم قهرآشتی کردیم. چند ساله 1000 بار قهرآشتی کردیم، بینش 100 بار کات شد رابطمون. ولی خیلی جالبه الان که زن شهریم با هم، انگار دیگه همون قهرآشتیامون دوران دوستی بوده. دیگه قهر نمی‌کنیم. الان دیگه خب نسبت به زن شوهرای دیگه خیلی کمتر، یعنی اصلا خیلی کم. آره دیگه کم دیگه. 14 ساله الان با هم دیگه آشنا شدیم. آره. یعنی اولین عشق زندگی من عرفان و همینطور آخریش. اولین عشق من ستوده. بعد دیگه این داستان همینجوری ادامه پیدا کرد. تو این مدت خیلی چیزا شد. من رفتم سربازی. آره تو رفتی سربازی. من رفتم سربازی، بعدش دوباره با هم بودیم. تو رفتی دانشگاه. بعد من مهاجرت کردم. بعد دوباره اون تایمی که مهاجرت کرد رابطمون کات شد، چون دیگه یه جورایی شد که هر کی رفت دنبال راه خودش. بعد دوباره آقا نگو همه مدت من حالا پیج حالا اینا همه اینا همه واسه یه چیزه. پارت 2. بذار بگم یه ذره‌شو بذار واسه پارت 2. اینا اصل کاریه. اینا اصل کاریه. حالا بذار یه ذره بگم. نگو اینا رو نگو. اینا رو وایسید. اینو تو پارت 2 که اصل کار که چجوری میخواد اگه اینو تا تنه اینو اگر نگاه کردید ویوش خوب بود. چه پررو هم هستین. اصلا ما نمی اومدیم تو یوتیوب، اصلا نمیدونم چرا اینقدر دیر به دیر ویدیو میگیریم واسه یوتیوب. بعد تازه حالا میخواد همین اول کاری بگه اینو نگاه کن تا اینو ببینید شما تا اینجا قشنگ که پارت 2 قسمت 2. اگر هم سوالی چیزی داشتین حتما سوال بپرسید که بقیه‌شو کاملتر بگیم که اصلش که بعد اینکه چجوری ازدواج کردیم اون اصلشه.
این که قضیه آشنایی بود و دوستی. حالا چجوری با هم ازدواج کردی؟ حالا یه خاطره تعریف کن از دوران دوستیمون. کدومش یادته؟ کدومش من خیلیاش، مثلا میرفتیم مهمونی دعوت میشدیم. آره مهمونی دعوت من بعد میشدیم. فکر کنم مهمونی از ساعت 9 به بعد تازه شروع میشد. دقیقاً من 5 بعد از ظهر میگفتم خب بریم مهمونی، هیچکی نیومده بود. بعد مثلا دیگه نهایتا همون 9 و نیم 10 هم برمیگشت. مثلا دعوتمون میکردن طرفای کجا بود میرفتیم؟ مثلا لباسون. آره لباسون میرفتیم. بعد مثلا آقا همه میگفتن 9 به بعد 8 به بعد بیاید. ما اول از همه میرفتیم اول از همه برمیگشتیم. میرفتیم مهمونی که تازه شلوغ میشد و اینا. من اصلا یه فازی میگرفتم نمیذاشتم، نه خودم مشروب بخورم نه عرفانو میذاشتم مشروب بخوره. میگفتم نلومی چی توشه فلان بیسار. اگه یکم مهمونی غریبه بود اصلا همجوری سومون خشک و خالی میرفتیم 4 تا غیر میدادیم سریع هم باید ساعت 9 شب خونه بودیم. من الان نبین قشنگ فازمون چی بود، جوراب شلواری بپوش با پیراهن و فلان و اینا. بعد میرفتیم اون جاده لباسون، مخصوصا موقع برگشتن بعضی موقع چیز بود، چی میگفتم بهش؟ ایسبازرسی. آقا گیر ندن نگرمون ندارن چیز نکنن. خب بچه‌ها امیدواریم که پارت 1 رو دوست داشته باشید. دوست داشتید که اگر سوالی دارید دوباره توی کامنت ها همه بنویسید، ما میخونیم میبینیم. یا اگرم دوست دارید داخل این اینستاگرام اگر سوالی دارید بپرسید که واسه پارت 2 ما بگیم پارت 2 چجوری ازدواج کردیم و همه اینا رو توضیح میدیم. مهمتر از همه اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن. اگر صفحه اینستاگرام رو فالو ندارید فالو کنید، ستوده با 3 تا. همین دیگه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.